سبحان الله. و همین مریضی، یعنی چیزی که خود چند پیام برای ما داشت. یک پیام دیگهش که کت قاری صاحب شیشته بودیم که ما هیچ خود بسیار چیز حساب میکردم. مثل که ام المؤمنین عایشه صدیقه را در آنها میگه وقتی سر من تهمت شد و چیزا زیاد شد، میگه من فکر میکردم که الله مرا از این تهمت نجات میده، لکن این که الله برای من چند آیت قرآن نازل بکنه اینه میگه من تصور نمیکردم. لکن الله رحمان رحیم است. ما تو فکر میکردم که شاید چیزای زیاد باشه، لکن این که باز رسول الله اساسا برای من پیام روان بکنه. یکی از برادران ما گفت من شخص رسول الله صلی الله علیه و خواب دیدم و برای من گفت که برو بر استاد دایی بگو، این قرص برو بر استاد دایی بگو که چی هسته سرمان بسیار نام ها من اشکو که متاثر باش. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک پیام آمده بسی یک کسی خواب از این من رآنی فقط رآنی او آدم نیکبختی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه برای ما پیام شد. الحمدلله حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در فکر ما و انسان های بیچاره و ضعیف از این کده دیگه والا مخواه از این کده چیز زیاد دیگه برای یک مسلمان اینمی از این پیام کده من دیگه پیام که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کده من دیگه هیچ در زندگی خود یعنی با ارزش ترین پیام در زندگی من از مادرم کرده، از پدرم کرده، از خواهرم کرده، از برادرم کرده، دوستان کرده، پیام شخصی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید.